تمام شایعات راجع به گوشی A56. سلام بچه‌ها، حالتون چطوره؟ من علی صبوری هستم و امروز اومدم راجع به تمام شایعات A56 باهاتون صحبت بکنم. گوشی که سری A55ش واقعا میتونم بگم که بازار رو ترکوند، از لحاظ طراحی، سخت افزار، دوربین، همه جوره میتونم بگم که این گوشی فوق‌العاده بود و انتظار میره که A56 خیلی بهتر از نسخه قبلیش باشه و امروز اومدیم راجع به تمام شایعاتی که راجع به گوشی A56 که قراره به زودی حالا یا تو اسفند یا تو فروردین عرضه بشه صحبت بکنیم. بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. برای قبلش یادتون نره که حتما چنل منو سابسکرایب بکنید، زنگوله رو فعال بکنید و ویدیو رو هم لایک بکنید. اولین چیزی که میخوایم راجع بهش صحبت بکنیم طراحی گوشی A56 که A56 مثل این که قرار روی قسمت پشتش دوربینا دیگه از حالت مثلا دایره جدا همش تبدیل بشه به یک بیزی و همش میره به قول بچه‌ها میره توی جزیره و خیلی طراحی قشنگتری داره و هنوز اون طراحی اصلی سری‌های A سامسونگ رو حفظ کرده و یه مقدارم میشه گفت خوشگل‌تر شده نسبت به سری‌های قبلی و یه طراحی جذاب جدید رو قراره داشته باشیم. روی قسمت دور گوشی مثل اینکه یک مقدار میخوان باریک‌ترش بکنن و یک مقدار خیلی کوچیکی هم مثل اینکه قراره انحنا داشته باشه که انتظار میره که خیلی خوش‌دست‌تر از A55 شده باشه و 100% خب روی وزن این گوشی کار میکنن چون A55 خیلی وزنش یه مقدار میشه گفت زیاد بود و 100% اینا رو همه رو قراره که درست بکنن. یه جورایی میتونم بگم که یک سامسونگ اومده یک ظاهر خیلی خاصی واسه خودش این دفعه درست کرده و شاید از A56 به بعد بیاد کلا طراحی‌ها رو به همین سمت ببره و شاید مثلا گوشی‌های A17 که قراره بده در آینده شبیه به همین A56 باشن. حالا نمیدونم، چیزی که من حدس میزنم و سامسونگ انتظار میده که توی این مراسمی که پیش رو داره احتمال داره که یک سری رنگ‌های جدید هم رونمایی بکنه واسه A56 که 100% خیلی جذاب میشه. از طراحی پشت این گوشی بگذریم و بریم سراغ جلوش که صفحه نمایششه که صفحه نمایش A56 احتمال داره که یک مقدار حاشیه‌های دورش کمتر بشه چون حاشیه‌های A55 خیلی زیاد بود و خیلی ها انتقاد منفی داشتن سر این قضیه که حاشیه‌هاش خیلی زیاده، ولی از لحاظ کیفیتی فکر نمی‌کنم سامسونگ بیاد کار خاصی انجام بده که فکر شاید مثلا رزولوشنش یه ذره بهتر کنه، صفحه نمایشش رو کیفیتی بهتر بکنه، احتمال داره قیمتش خیلی بیشتر بشه و کسی نیاد دنبالش. حالا از این بگذاریم که A55 الان توی بازار ایران هولوش 28 تومنه، یه دلار 90 تومانی. صفحه نمایش A56 احتمال زیاد همون سوپر امولد 120 هرتزیه که قراره که HDR 10 پلاس هم پشتیبانی بکنه مثل نسخه قبل. احتمال این هم داره که یک مقدار اندازش بزرگتر بشه، حالا مثلا از 6.6 شاید بشه مثلا 6.7، ولی به نظر من اگه حاشیه‌های دورش رو یه مقدار کمتر کنن خیلی میتونه گوشی خوبی باشه. باتری های گوشی A56 از اونجایی که تقریبا سامسونگ به اون باتری که میخواسته رسیده، همه باتری ها رو داره از یه جایی به بعد 5000 میلی آمپر میزنه و انتظار میره که A56 هم 5000 میلی آمپری باشه که قابلیت فست شارژ داشته باشه و یک احتمال دیگه هم وجود داره که این گوشی قراره با شارژر 45 واتی بیاد بیرون. حالا از اونجایی که مثلا داره شارژرش رو فست میکنه و 45 واتی میکنه، احتمال این وجود داره که دوباره شارژرها رو برگردونه. این باید توی مراسمش مشخص بشه که میخواد این کار انجام بده یا نه و از لحاظ کارکرد هم 100% ضعیفتر از A55 نمیتونه باشه. همونطوری میتونه توی بازی‌های مختلف بهتون شارژ دهی بده، توی عملکرد روزانه حداقل میتونم بگم یک روز شاید هم بیشتر رو واسهتون شارژ نگه داره و در کل تمام اینها بررسیش باید بیاد و خود گوشی هم باید بیاد که من بتونم بررسیشو واسهتون بذارم، ولی در کل ضعیفتر از A55 بعید میدونم باشه. نکته بعدی که میخوام راجع بهش صحبت بکنم دوربین گوشی A56 که توی قسمت دوربین A55 واقعا میتونم بگم که دوربین فوق‌العاده‌ای داشت، هم از لحاظ کیفیت هم از لحاظ رنگ بندی. واقعا میتونم بگم که یک دوربین فوق‌العاده رو با یک قیمت خوب قبلا داشتیم، الان که قیمتش رفته بالاتر به نظرم یه ذره ارزشش اومده پایین‌تر. در کل سری A56 همونطور که گفتم طراحی دوربینش که
احتمال خیلی زیاد از حالت حفره دایره بشه بره توی جزیره و خیلی طراحی خوشگل و میزونی داره که الان عکسش رو صفحه دارید میبینید. احتمالاً طراحیش اینجوری بشه. از لحاظ مگاپیکسلی احتمال زیاد فرقی با نسخه قبلیش 55 نکنه و احتمال خیلی زیاد همون 5 مگاپیکسل دوربین اصلی 12 اولترا واید و 5 ماکرو رو داشته باشه. حالا یه سری جا هم میگن که احتمال این وجود داره که لنز ماکرو رو کلا از A56 حذف بکنن و جاش لنز تلفوتو بذارن. احتمال داره که بتونه 2x واسهتون زوم بکنه و از لحاظ قیمتی هم زیاد فکر نمی‌کنم با لنز ماکرو تفاوت خاصی داشته باشه. تقریبا توی رنج قیمتی. راجع به کیفیت این دوربین هم باید بگم که فکر نمی‌کنم با A55 زیاد تفاوت خاصی داشته باشه. تقریبا میتونم بگم توی یه رنجن و یک مقدار 100% باید A56 بهتر از اون عمل بکنه که بهش بگیم A56 نگیم همون A55 قدیم. از اونجایی هم که S25 اولترا دوربینش AI خیلی داشت و AI خیلی میتونم بگم که توی این گوشی استفاده شده، احتمال این هم وجود داره که A56 هم AI خیلی توش داشته باشه و کلا دیگه همه گوشی‌های سامسونگ بره به سمت AI که این باعث میشه که توی حالت‌های مختلف، حالت‌های مثلا پورتره، حالت شب، عکسای فوق‌العاده با کیفیت تری بهتون بده. دوربین سلفی گوشی A56 احتمال این وجود داره که همون لنز 32 مگاپیکسلی باشه که از لحاظ کیفیتی تقریبا همون A55 باشه و یک مقدار با AI سعی کرده باشن که بهترش بکنن. ولی باز میگم باید مراسم بیاد بیرون و ببینیم که آیا A55 این قابلیت هایی که میگن قرار داشته باشه رو داره یا نداره. شاید مثلا تو A56 بیان یه چیزی اعلام بکنن که زمین تا آسمون فرق داشته باشه، شاید مثلا یک طراحی خاصی بیان بزنن. میگن احتمال داره که این اتفاقات توش بیفته. چیزی که راجع به این گوشی میمونه سخت افزارشه. پردازنده گوشی A55 همونطور که یادتونه اگزینوس 1480 بود که از لحاظ عملکردهای روزانه و گیمینگ میتونم بگم که اوکی بود، خیلی میزون بود و نمیشه ایرادی ازش گرفت به اون صورت. ولی A56 باید یک تغییری با A55 داشته باشه و احتمال این وجود داره که CPU پردازنده A56 اگزینوس 1580 باشه که توی پاییز 403 اگزینوس 1580 معرفی شد و عملکرد بهتری نسبت به 1480 داشت و 100% توی عملکردهای گیمینگ، عملکردهای روزانه، استفاده کمتر از باتری باید بهتر از A55 و همون اگزینوس 1480 عمل بکنه و احتمال خیلی زیاد هم A56 با همون حافظه های 128 و 256 رام 6 8 و 12 وارد بازار بشه و زیاد حافظش رو نمیخوان کاری باش بکنن و بلوتوث و وای فای نسخه A56 هم یک مقدار تغییرات مثل این که قراره داشته باشه و بلوتوثش احتمال داره که 5 و 4 باشه و وای فایش هم یک مقدار بهتر کرده باشه. بریم سراغ نرم افزار گوشی A56 که قراره چی باشه. قطعاً A56 سامسونگ قراره که با وان یو آی 7 و اندروید 15 عرضه بشه که AI 100% توش هست، حالا یا کمتر یا بیشتر در صورت هستش و توی قسمت‌های مختلف به شما کمک میکنه که تجربه بهتری از گوشی‌های سامسونگ داشته باشید. احتمال خیلی زیاد بتونید که نوتیفیکیشن های توی صفحه رو بتونید که مثلا باشه کارهای انجام بدید، شخصی سازی بکنید. برای مثال شما مثلا فوتبال نگاه میکنید، میاد روی صفحه اصلی گوشی یا همون صفحه قفل بهتون نشون میده که مثلا فوتبال پرسپولیس استقلال الان چنده، مثلا توی چه تایمیه. تمام اینا رو میتونید شخصی سازی بکنید. از لحاظ نرم افزاری خیلی تفاوت خوبی داشته به نظرم نسبت به A55 و AI داره یک مسیر جدیدی رو برای گوشی‌های سامسونگ باز میکنه و نه تنها سامسونگ، همه گوشی‌ها داره این AI دخیل میشه. خب برسیم به این که آیا A56 مثل نسخه قبلیش چقدر هموافیش مثل نسخه قبلیش آیا ارزش خرید داره؟ اگر A55 دارید به نظرم A56 زیاد تفاوت خاصی نکرده با نسخه قبلیش و اگر A55 دارید بخواید عوضش بکنید 56 بگیرید
به نظرم یه آپدیت نرم افزاری بکنید، همون کارهایی که A56 میکنه رو واسهتون میکنه، حالا یک مقدار ضعیف‌تر. اما اگر یک گوشی قدیمی دارید و میخواید روی گوشی خوب سویچ بکنید، به نظرم A56 گزینه خیلی خوبیه، تجربه خیلی عالی بهتون میده و اگر قیمتش رو در نظر نگیریم فعلا گوشی خوبیه. اما اگر بخوایم قیمتش رو در نظر بگیریم با دلار 90 تومانی الان نمیدونم A56 بخواد بیاد چقدر باید باشه، ولی اگر A55 باشه 28 تومن باید یه چی حول محور همین 28 تومنه رو در نظر بگیریم. به نظرم خیلی واسه این مدل زیاده و 100% باید خیلی پایین تر از اینا باشه. 28 تومن تو بخوای پول یه دونه A55 بدی چیکاری هست؟ چی میگه خوبه؟ باید منتظر بمونیم که ببینیم سامسونگ چی کار میکنه. و راجع به مراسم رونمایی از گوشی A56 باید بگم که احتمال این وجود داره که توی اسفند یا فروردین مراسم رونماییش انجام بشه. الان میخوام شما رو بفرستم توی ویدیوی دیگه. اگر رمز پیج اینستاگرامتون رو فراموش کردید، اینجا یا اینجا یه لینک دیگه میاد و بزنید روش و اون ویدیو رو حتما ببینید و دیگه راجع به این گوشی حرفی نمیمونه. مرسی که تا اینجای ویدیو همراه ما بودید. اگر از این ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید، کانال منو سابسکرایب بکنید، زنگوله رو فعال بکنید و ویدیو رو هم لایک بکنید. و مثل همیشه دیگه حرفی نیست و تا ویدیو بعدی میبینمتون. فعلا خداحافظ.